دوست داری ببینی تو ظرفشویی چه اتفاقی میفته؟ با من بیا تا بفته. ولی شما این کار رو خواهشاً نکنید چون خیلی خطرناکه. ما اینجا محیط کارگاهیه، حالا میتونیم اگه خطری هم تهدیدمون کرد میتونیم جلوشو بگیریم. خب روشنش میکنیم، برنامه‌مون رو بهش میدیم رو فوتو باشه، درش باید قفل باشه دیگه. ما اینجا قفل دستی میده. استارت اولیه‌اش که پمپ تخلیه میاد تو مدار. کلا اصول کارش اینطوری. الان پمپ تخلیه داره کار میکنه. 30 ثانیه، حدود 30 ثانیه تخلیه است. بعد میره برای آبگیری. خب الان تخلیه‌اش قطع میشه. بیا اینجا. حالا نوبت آبگیری دسترس کنیم. آب داره میاد توی دست. یه مکسی میکنه دوباره ادامه. برند این ظرفشوییمون هم LG هستش، یکی از برندهای پر استفاده. الان ببین اگه معلوم باشه بله آب داره پر میشه. ما اینو با پلاستیک پوشونیم که بتونیم ببینیم که این تو داره چه اتفاقی میفته. خب آبگیری متوقف شد. الان میگه میره برای شستشو. آبپاش پایین شروع به کار کرد. بسته به نوع برنامهش که بردش چجوری برنامه بهش داده باشن، آبپاشا یا تکی کار میکنن یا جفتی. حالا دیگه بسته به نوع برنامه داره. چیدمان ظروف خیلی مهمه. شما ظروف رو باید طوری بشین که آب قشنگ، آب آبپاش قشنگ برسه به ظروف و بتونه ظروف رو تمیز کنه. اگه دیدی یه وقت ظروف یه طبقه مثلا طبقه بالا کثیفه پایین تمیز یا بالعکس، بدون که آبپاش خوب نمیتونه آب بپاشه. حالا دلایل مختلفی داره. میتونه آبپاش تیپ شده باشه، آشغال غذا رو میگرفته باشه، یا یه مشکلی باشه که قطعاتش که اون باید توسط تکنیسیان چک بشه و تعمیر بشه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و باز خواهشم اینه که شما به هیچ عنوان این کار رو در منزل انجام ندید چون خطرناک.